به نام خدا، دکتر آدینه هستم، متخصص کودکان، فوق تخصص نوزادان. و اما نوزادی که تازه متولد شده و دچار زردی شده، یک سوال بسیار شایعی که شما مامانای عزیز از من متخصص نوزادان سوال می‌کنید اینه که آیا رژیم غذایی من تأثیری در تشدید و یا تخفیف زردی شیرخوار و نوزاد من دارد یا ندارد؟ به صورت کلی باید خدمتتون عرض بکنم رژیم غذایی مادر چندان تأثیری در زردی، میزان تخفیف یا تشدید زردی شیرخوارش نداره. استفاده از گرمیجات یا سردیجات بگیم این زردی رو بیشتر یا کمتر بکنه، در مقالات علمی چیزی اثبات نشده. ولی توصیه من به عنوان تجربی بخوام خدمتتون بگم، از طب سنتی استفاده بکنیم. استفاده از موادی مثل شیر خشت و ترنجبین، عرق رازیانه، عرق شاهتره، اینها رو اگر مادر استفاده بکنه چون از شیرش منتقل میشه میتونه باعث تخفیف زردی شیرخوارش بشه. مطلقاً از اینجور مواد در مورد خود نوزاد استفاده نکنید. دادن اینها به شیرخوار و به نوزاد باعث ایجاد اسهال میشه و اینقدری که نوزاد در اثر اسهال کارشون به بستری و جای خطرناک کشیده، هیچ نوزادی از زردی دچار عوارض اینچنینی نشده. حجامت کردن، به ویژه تیغ زدن گوش شیرخوار به خاطر زردی مطلقاً ممنوع است. بیشتر مواظب نوزادانمون و کودکانمون باشیم. تا لبخندی دوباره همراهتون هستم.